باورتون میشه که قلب تپنده مرسدس بنز و مهندسای بی ام ساختن؟ سال 1967 توی مرکز تحقیقاتی بی ام چند تا مهندس جوان بودن که یه چیزی اذیتشون می‌کرد. محدودیت. بهشون گفته شده بود ماشینا باید خانوادگی باشن، آروم و منطقی، نه خطرناک. اما اونا دنبال یه چیز دیگه بودن. قدرت، صدا و خودرویی که مثل مشت آهنی روی آسفالت بخوره. یه شب بعد پایان شیفت کاری تصمیمشون رو گرفتن. اگه بی ام اجازه نمیده ماشین جنگی بسازیم، خودمون یه برند می‌سازیم. شب از بی ام استعفا دادن و این شد شروع AMG توی یه روستای دورافتاده بیرون از شهر. روستایی که شباش پر شد از صدای تست موتورهایی که از خشم می‌لرزید. اولین پروژهشون تبدیل این مرسدس معمولی به هیولایی که همه آلمان رو شوکه کرد. قبل رد پیک یا خوک قرمز، ماشینی که توی مسابقات قهرمانی اروپا مثل دیوونه‌ها میتاخت. اما کسی باور نمی‌کرد مهندساش سازنده‌های فراری بی ام هستن. موفقیت خوک قرمز فقط یه معنی داشت. جنگ رسمی شروع شد. بی ام فهمید مهندسایی که از دست داده این بار برای رقیب جدید می‌جنگن. AMG، رقیبی که بعدها تبدیل شد به قلب تپنده مرسدس. اگه به این محتوا علاقه دارید، چنل از دست نده.